قور مسما یه غذای خیلی ترش گیلانی. اگه عاشق غذاهای ترشین اینو بهتون پیشنهاد میکنم. مرغامون رو با زعفرون و نمک و فلفل مزه دار میکنیم. من از سینه و رون استفاده کردم، شما از هر کدوم که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. 1-2 ساعت به مرغاتون زمان بدین تا حسابی طعمدار بشن. بعد اونا رو توی روغن داغ حسابی سرخشون کنین. من از گمج استفاده کردم چون این غذا مثل خودم اصالتا گیلانیه. بادمجونا رو هم میتونین مثل من یا اینکه به صورت ورقه‌ای یا حلقه حلقه برش بدین و توی روغن داغ سرخش کنین تا طلایی بشه. پیازهای خرد شده رو به تابه اضافه میکنیم و به همراه کمی نمک تفتش میدیم تا آب اضافیش خارج بشه و کمی سبک بشه. بعد بهش روغن و زردچوبه اضافه میکنیم و زمان میدیم تا طلایی بشن. اینجوری هم روغن کمتری نیازه و هم آخر کار یه پیاز برشته تری داریم. بادمجونای خوشگلمون هم میذاریم کنار و بعد توی همون تابه گوجه هامون رو کمی تفت میدیم. به پیازامون که طلایی شدن 1 الی 2 قاشق رب هم اضافه میکنیم و تفت میدیم. بعد ادویه هامون رو هم بهش اضافه میکنیم و کمی تفتشون میدیم. حالا نوبت اضافه کردن خوشمزه ترین بخش ماجرا یعنی قوره هاست. قوره ها رو هم به موادمون اضافه و کمی تفتش میدیم. بعد مرغامون رو اضافه میکنیم و بعد نوبت اضافه کردن آبه. خیلی آب اضافه نکنید، تا جایی که روی مرغا رو بگیره کافیه. در ظرفتون رو بذارید و 2 ساعت زمان بدین تا حسابی جا بیافته. متاسفانه من در گمج نداشتم و از در یه ظرف دیگه استفاده کردم. تو این تایم بادمجون و گوجه رو اضافه کنید تا مزه به خورده هم بره.